بسم الله الرحمن الرحیم. به قسمت دوم اتاق وضعیت خوش آمدید. اتاق وضعیت برنامه‌ایه که درش به آخرین تحولات سیاسی مهم حوزه بین الملل میپردازه. امروز در خدمت آقای دکتر محمد خواجویی هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا با تخصص و تمرکز بر لبنان. آقای خواجویی سلام و احترام دارم خدمتتون. اگر شما سلامی دارید تا وارد گفتگو بشید. خواهش می‌کنم. سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. خوشحالم که در حضور شما هستم و در خدمتتون هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. سپاسگزارم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که امروز افتاد و در صدر اخبار هم قرار گرفت صحبت رهبری بود. رهبری در دانشگاه افسری امام علی موضع گیری کردن در خصوص اتفاق اخیر عملیات طوفان الاقصی. به نظرم دو تا فراز بسیار مهم داشت. یک، اینکه گفتند این عملیات یک ضربه ترمیم ناپذیر وارد کرد که میخوایم این ابعاد این مسئله واکاوی بشه تا حدی. و نکته دیگه، من از خلال صحبت‌های ایشون همچین تلقی میشد کرد که ایشون به دستاوردهایی که مد نظرشون بود از این عملیات رسیدند. یعنی حالا شاید کلمه 100% گفتن اغراقه، ولی عمده اهدافی که میتونست مد نظر جبهه مقاومت باشه محقق شده و ایشون تا حدی خواستار کاهش تنش‌ها شدن و دیگران رو میخواستن به تحریک و افزایش ماجرا عرض به خدمتتون که دعوت نکنن. اگر میشه شما هم قرائت خودتون رو از صحبت امروز رهبری با محوریت این دو مسئله بگید. بله، ببینید، ما صحبت‌های ایشون رو باید در چارچوب در واقع اهدافی که عملیات طوفان الاقصی داشت تحلیل بکنیم. طبیعتاً هدف اصلی عملیات طوفان الاقصی دستاورد میدانی به این معنا که مقاومت بخشی از در واقع فلسطین اشغالی رو بازپس بگیره طبیعتاً نبود. یعنی نوع عملیات اینطور نشون داد. بیشتر هدف از این عملیات ضربه زدن به ساختار امنیتی و نظامی اسرائیل بود و در واقع زیر سوال بردن اون توانایی‌های امنیتی و اون تصویر امنیتی و توانایی‌های امنیتی نظامی اسرائیل بود. و از این نظر برداشت من این استش که این عملیات به هدف اصلی خودش رسیده و به اصطلاح هر چقدر هم که اسرائیل تلاش بکنه که از طریق عملیات گسترده علیه غزه بخواد این شکست رو و این ناکامی رو جبران بکنه، طبیعتاً این تصویری که مخدوش شده جبران ناپذیره. اشاره هم که در صحبت‌های رهبری بود، بخش مهمش همین بود که اون ضربه‌ای که اسرائیل در این جنگ در واقع متحمل شده یک ضربه‌ای هستش که آثارش ادامه پیدا خواهد کرد و یک ضربه کاری بوده، مثل دومینو. دقیقاً همینطوره. نکته بعدی به نظر من در صحبت‌های ایشون که خیلی مهم بود و در رسانه‌ها هم بیشتر بازتاب داشت، تأکید ایشون بر این بود که این عملیات توسط گروه‌های مقاومت انجام شده، مقاومت فلسطینی انجام شده و ایران در واقع نقش میدانی در این عملیات نداشته. این صحبت یک در واقع کانتکسی داشت به این صورت که طی 2-3 روز اخیر که از این عملیات گذشت یک بحثی مطرح شده بود، به اصطلاح هم در رسانه‌های غربی حتی ادعاهایی هم تو این زمینه مطرح شد که ایران پشت در واقع این عملیات بوده و حتی در جریانات اپوزیسیون هم اینطور تبلیغ میشد که گویی ایران پشت این عملیات بوده و ایران نقش میدانی رو داشته. گرچه حتی در مقام‌های غربی هم ما شاهد بودیم که مشخصاً وزیر خارجه آمریکا اشاره به این موضوع کرد که ما شواهدی داله بر دست داشتن ایران در این عملیات نداریم دو دستمون، اما به هر حال این فضای ذهنی رو ساخته بودن که ایران گویی پشت این عملیات هست. اشاره‌ای که ایشون داشت امروز خیلی مهم بود که ایران حامی مقاومت هست،
اما به این معنا نیست که نقش میدانی در این در واقع تحولات داشته باشه. معنای ضمنی این صحبت این هستش که گروه‌های مقاومت چه در فلسطین، چه در لبنان و چه در یمن، اینها متحدان جمهوری اسلامی هستند. در واقع خودشون از یک خاستگاهی برخاستن، بر اساس اقتضاعاتی بوده و کاملا متکی بر اقتضاعات بومی و نیازهای بومی اون مناطق بوده، بر اساس یک نیازی ساخته شده، متکی بر توان مردمی تو اون مناطق بوده. تو این بین طبیعتاً ایران هم کما که این رو هیچ وقت پنهان هم نکرده از این گروه ها حمایت کرده. این به این معنی نیستش که اونها در واقع به تعبیر برخی از رسانه‌های حالا غربی پراکسی و حالا به تعبیر گروه‌های نیابتی ایران تعریف میشن. بهترین تعبیر این هستش که اینها متحدان جمهوری اسلامی هستن. به عبارت یعنی جمهوری اسلامی رو مزدور تربیت نکرده. دقیقاً همینطوره. طبیعتاً اونها در چارچوب فعالیتاشون حمایت و پشتیبانی ایران رو دارن و ایران هم هیچ وقت این موضوع رو پنهان نکرده، بلکه آشکارا اعلام کرده که ما از گروه‌های مقاومت حمایت میکنیم. اما اینکه در ریزترین اقداماتشون، در عملیاتاشون بخوان ملاحظات ایران رو در نظر بگیرن و حتی ایران بیاد برای اونها طراحی عملیاتی بکنه، طبیعتاً این به اصطلاح یه جورایی انگار کوچک نشون دادن این گروه ها هست. به قدری امروز گروه های مقاومت فلسطینی و لبنان و هم حتی گروه های یمنی امروز قوی شدن و کاملا متکی به خود شدن از نظر طراحی عملیات، از نظر توان اطلاعاتی، که خودشون به اصطلاح این توانایی ذاتی رو دارن که بر اساس اون اقتضاعات و توانمندی هاشون دست به این عملیات بزنن و الزاما نیاز ندارن به این که در ریزترین موضوعات بخوان این مسائل رو کاملا بر اساس دستور ایران جلو ببرن. و البته ایشون این مسئله هم تاکید کردن که این ایران هیچ وقت پنهان نمیکنه و همین الان هم ایشون صراحتاً حمایت خودشون رو از این عملیات اعلام کردن. ولی خب اشاره این مسئله که ایران نقشی در این عملیات نداشته به نظر من موضوع مهمیه. به نظر شما چرا رهبری میخوان سطح تنش‌ها کم بشه؟ ببینید این به نظر من به اصطلاح اون رو هم باید در چارچوب اهداف ایران از حمایت از گروه‌های مقاومت تحلیل بکنیم. ببینید هدف کلان ایران در قبال اسرائیل این هستش که یعنی هدف حالا اون غایی و هدف اصلیش رو که بحث نابودی اسرائیل هست کما اینکه اعلام کرده، در سطوح پایین‌تر برای رسیدن و برای نیل به اون هدف کلان طبیعتاً یک سری اقدامات مرحله‌ای رو نیاز داره. به نظر من در شرایط کنونی اون هدفی هم که در ایران در واقع دنبال میشه در قبال اسرائیل، ضربه زدن به اسرائیل و مهار اسرائیل در اون منطقه‌ای هستش که درش قرار داره و جلوگیری از اینکه اسرائیل دست به اقدامات فراتر از مناطق خودش نزنه و به اصطلاح اسرائیل رو محدود بکنن. به نظر من از این منظر ایران هم این عملیات عملاً به نفع اون هدف ایران هم بوده. از این مرحله به بعد اون چیزی که شاید طرف اسرائیلی دنبالش هست که بتونه از این طریق جنگ رو، یعنی به این بهانه جنگ رو ابعاد منطقه‌ای به خودش بده که اون تصویر مخدوش شده خودش رو جبران بکنه. به نظر من این موضع‌گیری جلوی اون به اصطلاح بهانه رو تا حد زیادی میگیره و اجازه نمیده که این دستاویزی باشه بر اینکه بیان همین موضوع رو برجسته بکنن طرف اسرائیل یا طرف‌های غربی و بگن ایران نقش داشته و پای ایران رو بکشونن به این ماجرا و عملاً ایران رو وارد یک درگیری و منازعه‌ای بکنن که شاید در شرایط کنونی ایران نفعی نمیبینه، به این جهت که ایران به نفع خودش در این موضوع در واقع به نظر من رسیده، کما که گروه‌های مقاومت فلسطینی هم رسیدن، یعنی همون ضربه زدن به اسرائیل و مخدوش کردن توان اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل. بسیار عالی. عرض به خدمتتون یه اتفاق مهم که در خلال صحبتاتون هم اشاره کردید این بود که
اسرائیلی ها گفتن که ما میخوایم حمله زمینی بکنیم به غزه و حزب الله در پاسخ به اونها گفتش که اگه این اتفاق بیفته ما هم به شمال حمله خواهیم کرد و در چند روز گذشته چند نفر از اعضای حزب الله هم به شهادت رسیدن. میخوام یک روایتی بگید از نحوه نگاه و لنز حزب الله به این ماجرا، بگید که انگیزه اونها از ورود و نحوه حمایت اونها به چه شکلی هست. ببینید وقتی که این جنگ به هر حال اتفاق افتاد، اون هم با این اتفاقات به اصطلاح بی سابقه ای که درش رخ داد، اون حجم زیاد کشته هایی که اسرائیل داد و ضربه ای که از این نظر اسرائیل دید، این پرسش مطرح شد که آیا امکان داره که این جنگ فراتر از غزه بره، فراتر از درگیری های فلسطینیان و اسرائیل بره و بتونه مناطق دیگه ای رو از جمله لبنان رو، یعنی در درجه اول لبنان رو وارد این معادلات بکنه، به جهت اینکه خب لبنان هم مرز با اسرائیل هست و خب سابقه درگیری هم بین حزب الله و اسرائیل وجود داشته و طبیعتاً اولین احتمال بحث درگیری های بین لبنان و یعنی متشنج شدن مرزهای بین لبنان و فلسطین اشغالی هستش. این پرسش خب خیلی مطرح شد و گمانه‌زنی های مطرح شد. از روز دوم ما شاهد برخی تنش ها در مناطق مرزی بین لبنان و اسرائیل بودیم. مشخصا روز دوم یعنی روز یکشنبه ما شاهد حمله به 3 موضع اسرائیل در مزارع شبعا بودیم. حزب الله لبنان این عملیات رو مسئولیتش رو پذیرفت. اسرائیل هم در مقابل این اقدامی که حزب الله انجام داد مناطقی در جنوب لبنان را هدف خودش قرار داد. دیروز هم مشخصاً یک تحولی رخ داد در اون مناطق. ما شاهد بودیم که رزمندگانی تلاش کردند از سمت لبنان وارد فلسطین اشغالی بشن. در این بین درگیری رخ داد و بعد از اون هم اسرائیل بخش‌هایی از شهرک‌های جنوب لبنان رو مورد هدف قرار داد. ساعاتی بعد از این عملیات سرای القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد که این عملیات رو، یعنی عملیات نفوذ رو به اصطلاح یا ورود رزمندگان فلسطینی به خاک اسرائیل از لبنان رو این گروه انجام داده و مسئولیتش رو پذیرفت. اسرائیل در واکنش مناطقی رو در شهرک‌ها مورد هدف قرار داد که در این بین گویا در یکی از این به اصطلاح مواضعی که اسرائیل مورد هدف قرار داد 3 تن از اعضای حزب الله به شهادت رسیدن که البته این محل سواله که آیا اسرائیل آگاهانه این کار رو انجام داد یا نه، چون خیلی مهمه. به هر حال این احتمال وجود داره که کاملا اثر اتفاق این رخ داده باشه، یعنی اون موضعی که هدف قرار گرفته شده قرار نبوده که نیروهای حزب الله مورد هدف قرار بگیرن، اما این اتفاق افتاده. یک نگاه و یک احتمال این هستش که نه، اسرائیل آگاهانه این کار رو انجام داده تا به نحوی حزب الله رو بکشونه وارد این درگیری، که البته تردیدهایی هم راجع به این هدف وجود داره که حالا در ادامه راجع بهش صحبت بکنیم. ببینید این 2 تا تحول میدانی بود که رخ داد. حزب الله هم بعد از اینکه مشخص شد 3 تن از اعضاش به شهادت رسیدن، حملات خمپاره‌ای رو حملات موشکی رو به 2 تا پایگاه نظامی در مناطق مرزی بین لبنان و اسرائیل انجام داد که البته این حملات تلفاتی نداشت. شرایط فعلا آرام شده در اون مناطق. امروز تا الان که ما داریم گفتگو میکنیم خیلی اتفاقی نیفتاده در واقع روز 4 درگیری های بعد از عملیات طوفان الاقصی. ببینید خب بعد از اتفاقات دیشب این گمانه بیشتر تقویت شد که احتمالاً ما در روزهای آتی شاهد افزایش درگیری بین حزب الله و اسرائیل خواهیم بود. حالا نگاه من این هستش که ببینید ما برای تحلیل وضعیت بین لبنان و اسرائیل باید یه مقدار برگردیم به عقب. از سال 2006 که یک جنگ 33 روزه بین اسرائیل و حزب الله رخ داد، جنگی بود که برای هر دو طرف هزینه بر بود، هم تلفات انسانی بالا بود و هم ضربه به زیرساخت‌ها.
اما یه رهاوردی این جنگ داشت که نوعی توازن رو بین دو طرف شکل داد و این توازن خروجیش این شد که عملاً طی این در واقع 15-16 سال اخیر بعد از جنگ 2006 ما شاهد هیچ نوع درگیری جدی و فراگیر بین حزب الله و اسرائیل نبودیم. این خب طبیعتاً یه موفقیت برای حزب الله بود، از این نظر که ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که قریب به 18 سال در اشغال اسرائیل بوده. سال 2000 مجبور شدن نیروهای اسرائیلی لبنان رو ترک بکنن و همیشه اسرائیل دست به ترور زده، تو اون منطقه دست به تجاوز زده. شکل‌گیری یک وضعیت بازدارندگی در مقابل اسرائیل برای لبنانی‌های اهمیت راهبردی بوده. طبیعتاً این رو هم اشاره بکنم که ما این وضعیت رو هنوز بین لبنان و بین اسرائیل و فلسطین شاهد نیستیم. درسته که فلسطینی‌ها توان ضربه زدن به اسرائیل رو دارن، مخصوصاً در عملیات اخیر، اما هنوز طرف فلسطینی به نقطه‌ای نرسیده مقاومت فلسطین که بگیم بازدارنده باشه. یعنی اسرائیل به نقطه‌ای برسه که جایی رو مورد هدف قرار نده که از این جهت که میترسه که چه تحولاتی بعد از اون بخواد رخ بده. اما در مورد لبنان شرایط فرق میکنه. ما شاهد این بودیم که در طول این سالهای اخیر به رغم اینکه بعضی تنش‌های مقطعی مرزی طی چند ساعت یا یکی دو روز بین دو طرف رخ داده، ولی دو طرف گویی این قواعد درگیری رو پذیرفته بودن که از یک حدی این نزاع فراتر نره. در بعضی موارد بود که اگر یک تنشی رخ میداد، یک طرف اگر یک اقدامی انجام میداد، طرف مقابل پاسخ میداد و قضیه تمام میشد. دو طرف گویی این تلاش رو داشتن که وارد این درگیری نشن، به جهت اینکه برای هر دو طرف طبیعتاً ورود به جنگ فراگیر خیلی سهمگینه. اما پرسش اینه که آیا بعد از این جنگ غزه این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ ببینید، حزب الله لبنان، اگر از جانب حزب الله ما تحلیل بکنیم، حزب الله دو تا مسئله رو همزمان باید بهش توجه بکنه، یعنی درگیر دو ملاحظه هست. ملاحظه اول ملاحظه لبنانیه، یعنی شرایط لبنانه. ببینید، حزب الله به لبنانی ها اینطور داره عنوان میکنه که سلاح حزب الله، سلاح مقاومت برای لبنان امنیت آورده، برای لبنان عزت آورده، برای لبنان قدرت آورده. خب طبیعتاً در همچین شرایطی حزب الله محاسبات جدی رو همیشه در عملکردش داره که نکنه دست به اقدامی بزنم که این شرایط مخدوش بشه و مثلا لبنان وارد یک جنگی بشه که خرابی‌های گسترده‌ای رو به بار بیاره که بعد اون عنوانی که برای خودش قرار داره در لبنان مخدوش میشه. طبیعتاً این ملاحظه، یعنی شرایط داخلی لبنان، حزب الله رو بسیار بسیار محتاط کرده و دقت حزب الله رو بالا برده، اینکه به جزئیات مسئله، به جزئیات واکنش‌های نظامیش طبیعتاً توجه میکنه. از طرفی هم حزب الله خودش رو بخشی از مقاومت کلی در منطقه هم میدونه. یعنی ما یه چیزی داریم تحت عنوان وحدت میدانها که اخیراً توی ماه‌های اخیر خیلی راجعش صحبت میشه و بارها هم دیدیم رهبران حزب الله و جهاد اسلامی و حماس بارها دیدار کردن، تأکید روی این کلید واژه کردن تحت عنوان وحدت الساحات، وحدت میدانها که در مقابل اسرائیل. خب لبنان خودش رو، حزب الله بخشی از این معادله میدونه. طبیعتاً تحولاتی که در غزه داره رخ میده، حزب الله نسبت بهش نمیتونه بی تفاوت باشه و داره اون تحولات رو رصد میکنه. اما به دلیل اون شرایطی که عرض کردم در مورد لبنان و اقتضاعات لبنان، باعث میشه که حزب الله با احتیاط تو این زمینه پیش بره. این شرایط رو حزب الله تا الان به این صورت مدیریت کرده که تلاش کرده در جاهایی که قرار باشه به اسرائیل ضربه بزنه به صورت کنشی و به صورت، یعنی ابتکار عمل رو در دست بگیره، این رو به یه نحوی با یک تقسیم کاری به گروه‌های فلسطینی واگذار کرده. یعنی ما شاهدیم که حتی دیروز هم شاهد بودیم که جایی که مربوط به عمق خاک اسرائیل، ما شاهدیم که
گروه‌های فلسطینی دست به اقدام میزنن. خب این کار باعث میشه که هم اون ضربه به اسرائیل اتفاق بیفته، هم در این حال حزب الله از نظر حقوقی خودش رو به اصطلاح جدا و مبرا بدونه از این عملیات و اعلام بکنه که خب گروه‌های فلسطینی این کار رو انجام دادن، ولی از طرفی بتونه اون وحدت میدانها رو هم رعایت بکنه که به یه نحوی نسبت به تحولات در غزه بی‌تفاوت نباشه. تا الان این شرایط رو حزب الله به این شکل داره مدیریت میکنه. اما اگر شرایطی رخ بده که حزب الله ناگزیر بشه که وارد این جنگ بشه، طی چه شرایطیه؟ اولا اینکه به نظر من یکی از زمینه‌هایی که احتمال داره که حزب الله رو وارد درگیری گسترده بکنه نوع اقدام اسرائیل هست. یعنی اگر اسرائیل تصمیم بگیره، یعنی همه اون ملاحظات قبلیش رو رها بکنه به دلیل ضرباتی که خورده، برای اینکه بخواد جبران بکنه این شرایط رو، جنگ رو فراگیر بکنه و ملاحظات قبلی رو کنار بگذاره و عملاً وارد ضربه به حزب الله بشه. دیروز این اتفاقی که افتاد، یعنی شهادت 3 تا از اعضای حزب الله، یه نشانه بود. البته عرض کردم مبهمه آیا اسرائیل عامدانه این کار کرده یا نه. اگر این موضوع گسترده بشه و اسرائیل به صورت کنشی برخورد بکنه و بیاد مواضع حزب الله رو هدف قرار بده، طبیعتاً حزب الله بر اساس اون قاعده توازنی که داره حتما واکنش نشون خواهد داد. مخصوصا اینکه شرایط هم الان ملتهبه، این احتمال وجود داره در شرایط که ملتهب هست هر اتفاق ریزی تبدیل به یه بحران بشه. خب یکی اینه، احتمال اینکه اگر اسرائیل بخواد اقدامی رو انجام بده، طبیعتاً حزب الله هم ناگزیر هست که وارد میدان بشه. یک مورد دیگه، فضا خیلی بستگی به تحولات خود غزه هم داره. اگر شرایط غزه به قدری وخیم بشه، یعنی به وضعیتی برسه که مثلا ما شاهد این باشیم که عملاً موجودیت مقاومت فلسطین، موجودیت گروهی مثل حماس به طور کلی به خطر بیفته، یعنی فرض میکنیم رهبران اون همه به شهادت برسن، اعضای کادر فرماندهیشون، کادرای به اصطلاح میانیشون، کادرای میدانیشون، همه اینا بخوان مثلا فرض کنیم مورد هدف قرار بدن، یا ابعاد عملیات در غزه به قدری گسترده بشه که عملاً میدان لبنان هم، یعنی حزب الله تحت فشار قرار بگیره که بخواد واکنشی رو انجام بده. یعنی اینجا دیگه بحث کلیت محور مقاومت هست. صحبتایی که دیروز نتانیاهو مطرح کرد که ما در تلاشیم از غزه با کارهایی که در غزه انجام بدیم خاورمیانه جدید رو خلق بکنیم، خب این حرفای خطرناکیه. یعنی در اینجا دیگه به دلیل همسرنوشتی گروه‌های مقاومت این احتمال کم نیست که دیگه در شرایطی قرار بگیرن که صحبت مرگ و زندگی باشه، که دیگه اونجا ناگزیر به واکنش باشن. تا الان تحلیل خود من این هستش که حزب الله و گروه‌های فلسطینی موجود در لبنان تلاششون این بوده که وضعیت مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی رو ملتهب بکنند، با این هدف که اسرائیل تمام تمرکزش رو نبره به غزه و دائما اسرائیل رو در خوف و رجا قرار بدن. این استراتژی فعلا تا الان رعایت شده و عدم پرهیز جدی برای درگیری گسترده، چون هم عملیاتی که حزب الله انجام داد و هم عملیاتی که گروه‌های فلسطینی انجام دادن جوری نبود که بگیم گزنده باشه برای اسرائیل، صرفا اسرائیل رو درگیر اون منطقه کرده. یه نکته دیگه هم بگم، یه احتمالی هم هست، یعنی اسرائیل، حزب الله این رو هم در معادلات خودش داره بهش فکر میکنه که شاید در این شرایط ملتهب بتونه یک دستاورد میدانی رو در مناطق اشغالی لبنان، چون لبنانی ها معتقدن که مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا اینها هنوز بخشای از این مناطق در اشغال اسرائیل. اگر توجه بکنید روز دوم هم حزب الله مزارع شبعا رو هدف قرار میده که کسی نگه که خب تو رفتی عمق اسرائیل رو، میگه خب اگرم هدف قرار دارم مناطق اشغالی بوده که اینا اینجا خاک لبنانی که اسرائیل اشغال کرده، پس من حقانیت دارم به عنوان مقاومت لبنانی مناطق رو هدف قرار بدم. حزب الله تو معادلاتش داره به این موضوع هم فکر میکنه. اون اقدامش انگار یه تستی بود که این مسئله رو هم تست بکنه، چون هدف استراتژیک این هستش که در آینده به هر حال این مناطق رو هم آزاد بکنه. اگه بخوام جمع‌بندی بکنم نسبت تحولات لبنان و حزب الله نسبت به این شرایط رو، به نظر میرسه که توازن
و این موازنه‌ای که بین لبنان، بین حزب الله و اسرائیل وجود داره همچنان برقرار باشه، به نظر میرسه که دو طرف، نه اسرائیل و نه حزب الله، تمایلی به ورود به درگیری‌های گسترده ندارن. فکر میکنم اگر درگیری هایی هم رخ بده در حد یک زد و خوردیه، یک کنش و یک واکنشی در مقابلش هست و فکر میکنم این شرایط احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه ما شاهد یک اتفاقی باشیم که کاملا غیر قابل پیش بینیه. در این 3-4 روز ثابت شد که یک سری اتفاقات ممکنه بیفته که کاملا غیر قابل پیش بینی باشه، کما اینکه عملیات طوفان القدس رو با این شرایط کسی پیش بینی نمی‌کرد. اما اگر بر اساس مدل در واقع تحولاتی که در سالهای اخیر بوده بخوایم تحلیل بکنیم به لحاظ ساختاری، به نظر نمیرسه که احتمال درگیری‌های گسترده بین لبنان و اسرائیل فعلا بالا باشه، مگر اینکه عرض کردم یا اسرائیل دست عامدانه به دنبال این باشه که حزب الله رو بکشونه به این فضا، به این شرایط، یا اینکه تحولات غزه به حدی برسه که مرگ، یعنی مقاومت احساس دیگه مرگ بکنه، یعنی احساس بکنه که موجودیتش به خطر افتاده. طبیعتا در اونجا این احتمال وجود داره که ما شاهد کنش‌های جدی‌تری در مرز بین لبنان و اسرائیل باشیم. آقای دکتر، من اینجوری از حرفای شما متوجه شدم که تو گویی اون استراتژی هزار خنجر رو این دفعه دارن گروه‌های مقاومت انجام میدن، یعنی قصد ندارن منطقه رو تصرف کنن اما میخوان یه آسیب جدی رو بزنن. و نکته بعدی هم این که میخوام در مورد غزه و ورود زمینی که ارتش اسرائیل به غزه خواهد داشت کمی گفتگو بکنیم. همونطور که گفتید نتانیاهو اظهار کرده که ما میخوایم تغییر رو انجام بدیم به صورت جدی. ارتش اسرائیل گفته به سمت مرزهای با مصر حرکت کنن. ما حدود 130,000 آواره داریم، تعداد بسیار زیادی از طرف مردم غزه هم به شهادت رسیدن. خب تمام اینها دلالت بر این میکنه که ماجرا هم اونجا، یعنی این 1-2 روز قراره یک بمباران وسیع هوایی بشه، مثل اینکه تا به امروز حدود 1000 تن مواد منفجره در غزه منفجر شده در یک مساحت بسیار کوچیک. این نشون میده که دارن مقدمات یک حمله زمینی رو فراهم میکنن. به نظرتون این کار چقدر احتمال وقوع داره؟ این به نظرمون خیلی مهمه و اگر ورود بکنن اونها با قصد عدم موجودیت حماس و گروه‌های مقاومت ورود میکنن. در این شرایط همونجور هم که توضیح دادید احتمال ورود حزب الله هم هست. اگر حزب الله واکنششون بده به چه شکل خواهد؟ بله. اگر میشه کرانه رو هم بگید. من حس میکنم نه تنها اسرائیلی ها غافلگیر شدن که حتی مثلا در کرانه هم که همون معدود تنش ها درگیری ها که بود و اون هسته های مقاومت اونجا هم اونها هم غافلگیر شدن. بله. ببینید ما برای اینکه بهتر بتونیم اقدامات اسرائیل رو در واقع ارزیابی ازش داشته باشیم باید بریم در حالا جای خود اونها قرار بگیریم و اون اتفاقی که افتاده رو بسنجیم و ببینیم حجم این اتفاق و به اصطلاح ضربه، این حجم این ضربه چقدر بوده. ببینید به هر حال اسرائیل یک رژیمی هستش که اون مرکز ثقلش در واقع اون رویکردهای امنیتی و نظامی خودش هستش و کاملا هم در طول دهه‌های بعد از تأسیس اسرائیل شاهد این بودیم به دلیل اینکه عملاً اسرائیل مواجه با تهدیدات بزرگ امنیتی و نظامی در اطراف خودش بود، از ناحیه فلسطینی‌ها، از ناحیه اعراب، اون دستگاه یعنی تمرکز اصلی خودش رو از نظر توان روی دستگاه امنیتی و نظامی خودش قرار داد، دستگاه اطلاعاتی خودش. این جنگ دقیقاً ضربه به اون مرکز ثقل اسرائیل زد. خب این حقیقتاً چیزیه که هضمش برای اسرائیل بسیار بسیار سخته و این ضربه بی سابقه ای بوده و به هیچ عنوان با هیچ کدوم از جنگ‌هایی که اسرائیل، حتی جنگ 33 روزه که ما داریم صحبت می‌کنیم که ضربه زد به اسرائیل، حتی اصلا عددها قابل مقایسه با اون شرایط نیست. اون هم طی چند ساعت فقط، اون هم در مقابل گروهی که به لحاظ توان نظامی به هیچ عنوان قابل مقایسه با ارتش اسرائیل نیست. هم از نظر قدرت پیشبینی این شرایط، هم از نظر نوع مواجهه با اون
غافلگیری که داره رخ میده، طبیعتاً تمامی این دستگاه امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اسرائیل کاملا زیر سوال رفته. خب این مسئله هم در داخل اسرائیل میتونه تبعاتی داشته باشه، از این منظر که خب بسیاری از حالا ساکنان اون مناطق این تصویر ضعیف رو از کشور خودشون به اصطلاح داشته باشن و از دولت مردان و از نیروهای نظامی خودشون داشته باشن که این بعدها میتونه بر ثبات خود این رژیم تاثیرگذار باشه اگر بخواد این تصور باقی بمونه در اذهان، و هم میتونه یک تأثیر روی کشورهای منطقه و روی ملت‌های منطقه داشته باشه. ببینید مخدوش شدن این توان امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل انگیزه برای تقابل با اسرائیل رو بیشتر میکنه. تا پیش از این انگاره وجود داشت که بله اسرائیل رو نمیشه کاریش کرد، اسرائیل یه موجودیتیه که دیگه جا افتاده. دقیقاً. اما این اتفاق به اصطلاح یک تلنگر جدی بود که نه همیشه حتی به اصطلاح با اسرائیل تقابل کرد. اون تصویری که اسطوره‌ای که از توان امنیتی و نظامی و اطلاعاتی اسرائیل بود، الزاماً دقیقاً اون شکست ناپذیریش کاملاً مخدوش شده. خب ببینید این مسائل که میتونه این نگرش و این برداشت میتونه تبعات امنیتی برای اسرائیل داشته باشه. چرا؟ چون بعدها میتونه ترغیب بکنه عملیات ضد اسرائیل رو. همه این شرایط باعث میشه که امروز مقامات اسرائیل تمام توانشون رو میخوان انجام بدن که این تصویره رو هم در داخل خود اسرائیل و هم در خارج اسرائیل بازسازی بکنن مجدداً. تنها راهی که تو این زمینه دارن در واقع همون چیزیه که رفته زیر سوال. یعنی تا حالا توان نظامی امنیتی اطلاعاتشون رفته زیر سوال، دقیقاً حالا همه اقدامات خودشون رو معطوف روی این دستگاه کردن، روی بازسازی و ترمیم تصویر. دقیقاً جوری دارن حمله میکنن، جوری دارن این اقدامات رو علیه غزه انجام میدن، یا مثلا خودشون رو از نوع موضع‌گیری هایی که دارن انجام میدن، مثلا همین صحبت نتانیاهو که حقیقتاً هیچ مابعضا و هیچ در واقع امکان اجرایی رو نداره، اما روحیه بخشه، میتونه روحیه بخش برای داخل اسرائیل باشه که ما از خلال تحولات در غزه به دنبال یک خاورمیانه جدیدیم. یعنی خب این موضوع اساساً در قد و قواره نیستش که بخواد اسرائیل صحبت از خاورمیانه جدید بکنه، به جهت اینکه خودش با درگیری‌های داخلی زیادی روبرو هستش. طبیعتاً در شرایط کنونی طی روزهای آینده اسرائیل تمام توانش رو از نظر نظامی میگذاره برای ضربه زدن به گروه مقاومت در غزه. تحلیل خود من این هستش که تمرکز اسرائیل روی این هستش که این جنگ رو فعلا در فلسطین داشته باشه، چون یک نگرش بود که این جنگ رو اسرائیل به دنبال این هستش که منطقه‌ایش بخواد بکنه، به جهت ضربه‌ای که خورده حالا میخواد جنگ رو منطقه‌ای بکنه و به عبارتی به اون اهداف منطقه‌ایش برسه. البته اون گزاره‌هایی که در خصوص 11 سپتامبر مطرح شد یا ناو آمریکایی که داره به منطقه گسیل داده میشه، اینها اون اماره‌هایی بود که این انگاره رو جدی می‌کرد. ولی به باور من این مسئله با اما اگرهای زیادی روبروه، از جمله این که اسرائیل در شرایط کنونی توان مدیریت به نظر من جنگ در چند جبهه رو نداره. این مسئله کاملا عیان و روشن هستش. مسئله بعدی به نظر من نگاهیه که دولت‌های بزرگ از جمله ایالات متحده دارن. به باور من ایالات متحده مخصوصا الان که دولت دموکرات حاکم هستش به هیچ عنوان تمایلی به منطقه‌ای شدن این جنگ نداره. یعنی به نظر من حتی اون صحبت آقای بلینکن که گفت ما نشانه‌ای از دست داشتن ایران در این جنگ نداریم، به نظر من نشانه خیلی مهمی بود که انگار یک جورایی به اصطلاح این تنش و این امکان این فضایی که بخوان ایران رو بکشونن تو این قصه وجود نداره. چون به نظر من یعنی اسرائیل در حرکت‌های فراتر از مرزهای خودش همیشه با امریکایی‌ها به یه نحوی در تعامل بوده. یعنی همیشه امریکایی‌ها گویین که این چراغ سبز رو باید نشون بدن که آیا اسرائیل دست به فلان اقدام فراتر از مرزهای خودش بزنه یا نه. نه تنها این چراغ سبز، بلکه یک جاهای همکاری نیازه. یعنی
فرض مثال اگر ما بخوایم بگیم اسرائیل بخواد این جنگ رو فراتر از مرزهای خودش بکنه، مثلا اون حرفایی که ایده‌ای می‌زدن بخواد با ایران وارد تقابل بشه، خب این طبیعتاً اگه بدون حمایت لوجستیکی امریکا نباشه به هیچ عنوان این امکان اجرایی نداره. بنابراین این گزینه منطقه‌ای شدن جنگ به نظر من مردوده، یعنی بعید هستش که اسرائیل وارد این شرایط بشه. به خاطر همین تمام تلاشش رو و تمرکزش رو فعلا روی غزه گذاشته. اما مسئله اینجاست که ظرفیت ضربه زدن به غزه هم به نظر من تا یه اندازه‌ای هستش، یعنی سقفی داره اونجا. یک سقفی داره. یعنی تا شما خب غزه برای اولین بارش نیست مورد هدف حملات قرار داره میگیره، اما اسرائیل این سری دیگه داره دست به اقداماتی میزنه. یعنی یه کسیه که زخم خورده است، بخشی از اقداماتش دیگه حقیقتا هیچ عقلانیتی توش وجود نداره. یعنی از یک آدمی که کتک خورده، کلی از اطرافیان خودش رو هم از دست داده، نمیدونم جیبش هم حتی زدن، دیگه نمیتونیم توقع داشته باشیم که این آدم بخواد عقلانی رفتار بکنه. اون فقط میخواد خودش رو بازسازی بکنه. مثلا کاری که دیشب اسرائیل انجام داد و اعلام کرد که مثلا آب غزه رو میخواد قطع بکنه، خب این چه توجیه نظامی داره؟ یعنی ما شرایطی روبرویم که مثلا آب یه نیاز حیاتی یک انسانه. یعنی حتی رو این موضوع هم رفتن تمرکز کردن با این هدف که دیگه تمام فشارها رو میخوان روی غزه بیارن. به باور من این شرایط تا روزهای آتی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد و نهایت حملات رو احتمالاً اسرائیل در بعد هوایی انجام خواهد داد با هدف اینکه مقاومت رو تضعیف کنه. اما اینکه وارد جنگ زمینی بشه، به نظر من خیلی بستگی به شرایطی داره که اسرائیل داره این فضا رو رصد میکنه. از جمله اینکه اگر در حملات هوایی به اهداف خودش برسه، طبیعتاً شاید به سراغ جنگ زمینی نره. اما جنگ زمینی یک جورایی با هدف همون رسیدن به اون ترمیم چهره امنیتی و نظامی خودشه که وارد اون منطقه بشه و بعد از ضربات هوایی که انجام میده بتونه به اصطلاح اون ضربه کاری رو علیه مقاومت انجام بده. اما به نظر من قمار بزرگیه. ببینید نکته سر اینه که شما وقتی که وارد این ارتش کلاسیک اسرائیل اگه بخواد وارد غزه بشه، کما اینکه اینها در غزه بودن سالها، سال 2005 بود اگه اشتباه نکنم، شارون خارج شده از اون منطقه و شهرک‌ها رو و کلی از شهرک نشینان هم اونجا رو تخلیه کرد. اینکه دوباره بخواد اسرائیل وارد اون منطقه بشه طبیعتاً با هدف موندن نمیره، اما همین که بخواد تقابل بخواد بکنه، خب وارد درگیری با کی میخواد بشه؟ وارد درگیری با همون گروه‌های پارتیزانی میخواد بشه که ظرف چند ساعت وارد خاک اسرائیل شدن و درگیری خیابان به خیابان داشتن در همین به اصطلاح یکی دو روز اخیر. هنوز رزمندگان فلسطینی داخل شهرک‌ها بودن. حالا شما فرض بکنید اسرائیل بخواد نیروهای خودش رو گسیل بکنه به منطقه‌ای که مرکز ثقل این نیروها هستش. طبیعتاً مدیریت این جنگ بسیار بسیار دشواره و چه بسا شاید این هدف بیشتر با این کار با این هدف داره انجام میشه که یه مقدار حماس رو تحت فشار قرار بدن. به باور من اجرای عملیات زمینی هزینه بسیار بالایی رو برای اسرائیل داره، اما به طور کلی عملیات‌های اسرائیل رو در شرایط کنونی بیشتر از این که رو بعد نظامی تحلیل ما باید بکنیم، بیشتر باید رو اون بعد به اصطلاح روحی روانی باید از بعد روانشناسی تحلیل باید بکنیم. اسرائیل اقداماتی که داره انجام میده خیلی دو تا چهار تای نظامی الان خیلی قابل تعریف فراش نیست. بیشتر میخواد اقداماتی رو انجام بده که بخواد خودش رو سرپا نشون بده و احتمالاً این شرایط رو هم ادامه خواهد داد. اما به نظر من این تصوراتی که گفته میشه بخوان مثلا حماس رو یا گروه‌های فلسطینی رو بخوان به یه نقطه‌ای برسونن که کاملا اینها بشکنن، کاملا به نظر من یه مقدار غیر واقعیه و با شرایط میدانی اینها به نظر من جور در نمیاد. پس من اگه بخوام فرمایش شما رو جمع‌بندی کنم، شما میگید که ما نباید انتظار یک کشتار بی سابقه و مثلا قتل عام نزدیک به 1 میلیون نفر رو شاهد باشیم و نباید هم انتظار داشته باشیم که اسرائیلی‌ها ورود نکنند. یعنی اسرائیلی‌ها یک ورود ولو شده نمایشی رو انجام خواهند داد که بتونن اون تصویر رو به داخل و بین الملل بفروشن. قطعاً اسرائیل الان جنگ رو تعطیل نخواهد کرد، به جهتی که اگه الان تعطیل جنگ همین 2-3 روز پیش تازه شروع شد، همین که این ساختمان‌ها رو داره مورد هدف قرار میده با موشک‌ها،
این یک جورایی داره ابراز قدرت داره میکنه و خب این نیاز داره به این تصاویر، نیاز داره به این قدرت نمایی ها و به راحتی این رو فعلا متوقف نمیکنه. اما واقعیت این هستش که تردید جدی وجود داره که بخواد از طریق این اقدامات تأثیری تو معادلات بین مقاومت و خودش بگذاره. من این رو خیلی خیلی بعید میدونم. ببینید اتفاقی که افتاده، یعنی آبی که رفته به جوی باز نمیگرده. ببینید اسرائیل این شکست رو و این ناکامی رو متحمل شده. ناکامی این که عرض میکنم چون خیلی ها تشکیک وارد دارن میکنن به اینکه خب الان حماس اون اقدام رو انجام داد، خب الان اسرائیل داره بدتر اینا رو میزنه، پس پیروزی نبود برای حماس. ببینید پیروزی و شکست رو باید با اهداف سنجید. طبیعتا هدف خود حماس هم میدونست که اسرائیل بعد از این اقدام دست به همچین اقدامی میزنه در واکنش به این حمله، اما با وجود این اقدام انجام شد. هدف اصلی هدفی نبود که بخواد عرض کردم مناطقی رو در اسرائیل بخواد بگیره و اونجا اسرائیل اینو فلسطینیا بخوان حفظش بکنن. هدف اصلی ضربه زدن به این توانایی امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بود که خب این یک ثمره‌ای رو ایجاد میکنه، این یک میراثی رو میتونه ایجاد بکنه که بعدها بر اساس اون مجددا گروه‌های مقاومت بتونن بر اساس این میراث به جای مونده از این تجربه مجددا خودشون رو بازتولید بکنن. به خاطر همین اسرائیل هر چقدر هم که دست به کشتار بزنه اون ناکامی رو نمیتونه جبران بکنه. به باور من این اتفاق افتاده و نوع واکنش‌های اسرائیلی هیچ تناسبی با اون ناکامی که در واقع داشته نداره. اما طبیعتاً چون این ضربه رو خورده این شرایط رو ادامه خواهد داد تا به یه نقطه‌ای برسه که احتمالاً ما شاهدیم مثل مدل جنگ‌های دیگه‌ای که اتفاق میفته بعد از یک دوره کشتار وسیع شاهد نوعی احتمالاً یک نوعی آتش بس. این رو هم بگم که این حملات و این جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر رخ داده، محاصره‌ای که غزه متحمل شده از سمت اسرائیل که تعبیر بزرگترین زندان برای این منطقه شده در دنیا، این پرسش رو مطرح کرده خب اگه قرار بود این حملات و این جنگ‌ها و این محاصره‌ها تأثیری در توان مقاومت بذاره، خب دیگه پس این عملیات رو ما نباید شاهد بودیم. مقاومت فلسطینی الان در چه نقطه‌ای ایستاده و اینو مقایسهش بکنیم مثلا با اون سالی که حماس به قدرت رسید. پس نشون میده که این مدل مواجهه اسرائیل با مقاومت فلسطینی مدل شکست خورده‌ایه. کما اینکه ما در سطوح دیگه هم شاهد بودیم که مثلا شما در قبال ایران هم تحریم هایی که اتفاق افتاد گرچه دشواری هایی ایجاد میکنه اما هدف اصلی که ضربه زدن به اون مثلا برنامه نظامی یا برنامه هسته‌ای ایران بود هیچ وقت نتونست اونها رو تضعیف کنه. در مورد این مسئله هم همینطوره. این اقدامات تأثیری به نظر من در توان گروه‌های مقاومت نخواهد داشت. به نظر من اسرائیل ناگزیر هستش که این اتفاق رو بپذیره ولو هضمش به نظر من شاید دشوار باشه برای اسرائیل. من یک دنیا از شما سپاسگزارم آقای دکتر که با ما همراه بودید. من از کسانی که این برنامه رو دیدن خواهش میکنم که به اشتراک گذاریش با دیگران به ما کمک کنن و برنامه رو در آپارات و یوتیوب جریان دنبال کنن. من همه دوستان رو به خدای متعال میسپارم. زنده باشید.